به نظرتون گنج دفینه داره یا نداره؟ با هم بریم بررسی کنیم. با سلام و درود. آقا بدون مطلب بگم، ببین این جوغنه، این یه جوغنه. خب یک جوغن و البته کنارش که یک اسکنه‌ای طراحی کردن. خب حالا خود سنگ رو بررسی کنیم. از نظر اندازه سنگ بزرگه و قابل هم نیست به هیچ وجه. دوم، فاصله چشمه بله از اونجا تا اینجا شاید 150 متر، زیاد فاصله نداره، خاصی نداره. خب ول کنیم. ببین این به چی اشاره داره؟ ببین یه همچین سازه‌ای رو پیدا کردید. خب گاهی اوقات خود سنگی که روش جوغن طراحی شده جهت میده. ببین از چه جهت؟ ببین به صورت مثلث سرش، ببین داره جهت میده. حالا یکم میریم جلوتر با هم بررسی کنیم ببینیم به کجا جهت. وقتی همچین چیزی پیدا کردید خیلی دقیق بررسی کنید. ببین اینجا یه تراش زیبا دادن که به صورت مثلث سرش در بیاد و جهت بده. خب یک جوغن گاهی اوقات این که اینجا اسکنه‌ای که اینجا طراحی می‌کردن مثل سر به عبارتی سنگی که ورودی رو زیرش طراحی می‌کردن شکلش رو اینجا می‌کشتن. ببین چه شکل، این یه شکل بزرگی. خب حالا گاهی اوقات، حالا بریم جلوتر درباره اینم باید بگم که این اشاره میکنه به یک قبر. حالا یک قبر اتاقک دار که شکل اتاقکش به این شکل، یک قبر که ورودی سنگش به این صورته. حالا اشاره میکنه به یک مقبره دیگه. مبحث قبر رو نداریم. ببین مبحث قبر رو نداریم، بریم بررسی. خب بریم با هم بررسی کنیم. ببین یه همچین نمادهایی رو نباید زیاد بررسی کنیم، نهایتش 10-20 متره قسمت جلوش رو بررسی کنیم. خب ببین اینجا یه تراشی دادن که دقیقاً روبروی اون یک سنگ سفید و دو طرفش تراش داده شده که حالا میریم جلوتر و یک سنگی که این دو طرفی که ما میبینیم تراش داده شده، این دو طرفش ورینه. خب یک سنگی هم که اینجا هست. این سنگا رو از اول میگم ول کنید، اصلا این زبدر نیست، ول کنید به این بچسبید. خب بریم بررسی کنیم تراشایی که داره. ببین از این طرف کامل تراش شده و از این طرف هم کامل تراش شده. قسمت بالاش ببین دو تا اسکنه گذاشتن قسمت بالاش. حالا احتمال نه ورودی کلن دیگه زیر این طراحی شده. حالا احتمال داره که اینو برداریم و باید تا 1 متر حفاری کنیم تا برسیم به یک سنگ چین یا یک سنگ صاف. حالا گاهی وقت 1 متر هم نمی‌شده، ولی مطمئن باشید یک مقبره خوبی رو طراحی کردن اینجا و کروکی خاصی هم که نداشت. تراش سنگ کاملا قابل تشخیص بود و البته اون دوتا اسکنه‌ای هم که قسمت بالاش بود، نمادم که اون قسمت پایینه. برگردیم که اون نماد یکم نگاه کنیم. خب رسیدیم به این نمادی که قسمت اول ویدیو بهتون نشون دادم. و زیاد فاصله چندانی نداره، نهایتش 20 متر. ولی خب به هر حال اومدیم کارشناسی اینم کردیم که حالا خیلی شاید عکسش توی فضای مجازی پیچیده شده باشه، ولی ما اومدیم و کارشناسیش رو کردیم و تمام شد. حالا دوستان گفتن به زودی حفاریش رو هم شروع میکنن. خب دوستان ممنون میشم لایک و سابسکرایب کنید. سوالی نظری داشتید حتما برام کامنت کنید. موفق و سربلند باشید.